سلام به همه دوستداران گربه ها. اگه گربه دارید بدونید که مراقبت از سلامت اون درست به اندازه غذا دادن و بازی کردن باهاش مهمه. توی این ویدیو قرار درباره چند تا از بیماری‌های رایج در گربه‌ها صحبت کنیم که شناختشون میتونه جون گربه‌تون رو نجات بده. اول از همه بیماری‌های گوارشی هست. استفراغ یا اسهال میتونه نشونه ساده‌ای از تغییر غذا باشه، اما اگه طول بکشه ممکنه به خاطر انگل‌های روده‌ای یا عفونت باشه. بهتره همیشه غذای با کیفیت و هضم‌پذیر مثل محصولات برند رفلکس استفاده کنید تا سیستم گوارش گربه‌تون قوی بمونه. دوم، عفونت‌های تنفسی. عطسه، آبریزش بینی یا چشم و بیحالی از نشونه‌های سرماخوردگی یا ویروس‌هایی مثل هرپس و کالسی ویروس هستند. اگر چنین علائمی دیدید، حتما محیط گرم و تمیز براش فراهم کنید و سریعا به دامپزشک مراجعه کنید. سوم، مشکلات پوستی و ریزش مو. این مورد معمولاً به خاطر حساسیت غذایی، کک یا قارچ پیش میاد. بررسی مداوم پوست و مو و تغذیه متناسب با غذای ضد آلرژی خیلی کمک کننده است. چهارم، بیماری‌های دندونی. اگر گربه‌تون موقع غذا خوردن بی‌اشتها یا دردناک رفتار میکنه، ممکنه دندوناش جرم گرفته باشن یا لثه‌اش ملتهب شده باشه. استفاده از غذای خشک در کنار مراقبت دهانی میتونه به این کار کمک زیادی بکنه. و در آخر، بیماری‌های کلیوی و مجاری ادرار، مخصوصاً در گربه‌های نر خیلی شایع. نشونه‌ها شامل بی‌اشتهایی، تکرار ادرار یا ادرار نکردن هستش. در این حالت باید فوراً حیوانتون رو به دامپزشک ببرید. یادتون نره پیشگیری همیشه بهتر از درمانه. با تغذیه سالم، واکسیناسیون منظم و توجه به رفتارهای گربه میتونید سالها کنار هم شاد و سالم زندگی کنید.